دو تا انگشت میمونه. خب این دو تا انگشت رو یکیشون رو باید قیچی کنیم، کم قیچی کنیم زیاد نشه. جلوه خودکار میندازیم، فوت میکنیم. و قبل فوت کردن بدون این نکته بگم اگه میخواید تونه پروتیزی باشه زیاد فوت کنید، اگه میخواید مثلا لاغرتر باشه احساسونی‌تر باشه کمتر فوت کنید. یه همچین حالتی در اومده. حالا این دوتا انگشت رو میکشیم برعکسش میکنیم و یه گره میزنیم.